درود به تاجیکستان، درود به همه فارسی زبانان سر تا سر دنیا. بچه ها چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون. من امروز اومدم با یه موزیک درخواستی دیگه، ولی بچه ها اصلا فکرش نمی کردم که یه همچین سبکایی باشن و من ریاکشن بخوام یه روزی بهشون برم. یعنی چی بچه؟ یعنی این که من چند تا دیدم موزیک، اینی که اسمشو گفتین، من گفتم خب یکی ریاکشن میرم یکی هم ببینم که ببینم تو چه سبکیه. خب این کارو میکنم، ولی نه این موزیک ها، یه موزیک دیگه دیدم بچه سناریو داره، انگار فیلم سینماییه. جدی میگم، اصلا اینا مثلا من برگام ریخته، نمیدونم خدا چه اتفاقی داره واسه من میفته، چه قدر جالبه این واسه من. و بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم جلوتر تو ویدیو میبینید که چرا من انقدر شوکه و هیجان زدم. و قبلش اینو بگم بچه اتحاد یادتون نره، پرچم تاجیکستان، ایران، افغانستان، حتما کامنت بذارین اتحادو من پین میکنم. واسه حمایت از من لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، خوشحال میشم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب اینو ندیدم، فقط میدونم که اینم باید سناریو داشته باشه و خیلی خفن باشه. جانی برهان منی کردانوت کردانوت فکر کنم همچین تلفظی باشه. بعد گلی شو آفیشال ویدیو 2025. امیدوارم که تلفظش درست، چون اولین بار ریاکشن میرم تلفظش رو درست نگفته باشم، ولی فکر کنم خوندنش درست بوده. بریم ادامش. تو فکر میکنی که موفق؟ گفتم سناریو داره. خب بریم ببینیم که داستانش چیه. فکر میکنی که موفق میشوی؟ تو یاد داری که امروز روز برادرم است. چیزای نوتای موسیقی بود، اونورم که خودش گیتار داشت. فکر کنم منظورش اینه که توی فکر میکنی تو موسیقی موفق میشی تو. عزیز گفتن پیمان بستن همین بود از خود گذشتن. اینجا جایتون است. رقابت عشقی. این سناریو رقابت عشقیه. اگر اینجا جای من نباشد برای همسر من هم جای نیست. میروی. وای نیومد. من دیگر این خیل نمیتوانم. منی کردن عزیز گفتن. هیچ حرفی ندارم بزنم، فقط اصلا بریم ادامهش لطفا. پیمان بستن همین بود از خود گذشتن این سپردن. نمیخوام این صحنه رو ببینم واقعا. چرا؟ خیانت، انا چیزی که توی دنیا ازش متنفرم. داره تمام تنمو با میسوزونه صداش، تو میدونم این چقدر غمگینه. خطا کردم وای افسوس وای افسوس عشق ما با مثل شاپرک دو روزه بود رو. الان یه سناریوی تازه است، فکر کنم بعد از اینکه لایو دیده نمیدونم، بریم جلوتر ببینیم. وای افسوس
گرفتم داستان چیه. اوه گرفتم داستان چیه. اول بهش گفت تو فکر کردی تو موسیقی موفق میشی، یعنی تو کی؟ بعد اون شخص فکر کنم مدیر عامل یه شرکت موسیقیه که لایوش رو میبینه، بهش میگه بیا من اینجا با تو، الان آورده تو استودیوش، خدای داره قشنگ میشه. یه سال قشنگ میشه. دیدی این همون جایه. هی فکر میکنه به اون لحظه، همون تلنگاری که باعث شد بره تو خیابون بخونه و الان بیاد تو استودیو. اینم مطمئنم الان میدونم چیه. اون یاد گذشته میفته که میگه ولش کن بی خیال، من موفق نمیشم، و این شخص داره بهش دلداری میده، همون شخصی که مثل فرشته تو زندگی هممونه. خدایا همچین شخصی تو زندگی هممون بیار. آمین. قصه عشق ما ناتمام کردی آن را تو پرارمان گرفتم نام بعد. پشمام ریخت. یه لحظه فکر کردم کرش شد، کلا داره میاد بیرون از یوتیوب خودم. بعد فهمیدم نه این تبلته. وای بیخیال. یه لحظه چی گفتم چرا باید بیاد بیرون؟ من دست به چیزی نزدم. اینجا معروف شد، الان موفق شده، الان بعد دختر برگرده بگه من تو رو دیگه نمیخوام. آره اینه. من به یه جایی میرسم که واسه لحظه دیدنم باید سر دستش کنی. دقیقا همون جای. همه موهای تنم سیخ شد. بچه منی کردن هست یعنی چی؟ یعنی این که من کردن، یعنی مثلا یه معنی خاصی باید بده. اینو بهم بگین. من این سکوت من یه خورده همه موهای تنم از نوک پا تا سرم همه جا کلا همش سیخ شد. همین بود از خود گذشتنات، دل سپردنات، دنیام بودنات. همین بود. من یه لحظه فکر کردم به اون داره میگه بیاد، بعد پشمام ریخت، گفتم نه بچه دار شده و این دیگه جایی تو زندگیش نداره. اون موقع ترکش کرد. Backstage MP3 and گلیپ شو 1995 پیشنهاد دادی 995 رو به اولویتی باید ریاکشن برم. این بک استیج هم خیلی باید جالب باشه، اینم باید ریاکشن برم. بچه‌ها خیلی قشنگ بود، ممنونم ازتون که واسه این موزیکی که به من پیشنهاد دادین. تموم شد. تمام حس توش بود. یه لحظه بچه، همه جور حس توی این ویدیو بود. حس غم، حس درد، حس خیانت، حس موفقیت، همه جور حس بود. فقط میتونم بگم که ممنونم بابت اینکه منو آشنا میکنید، مردمان با فرهنگ
خوب با اصالت تاجیکستان که مثل یه برادر، مثل یه خواهر پشت من هستین و همینجوری منو حمایت میکنین، نه تنها با لایک و کامنت و سابسکرایب، بلکه به من انرژی مثبت میدی و این واسه من خیلی مهمه، خیلی با ارزشه و امیدوارم یه روزی بتونم جبران کنم واسهتون. همین. حالم خیلی خوبه با دیدن این ویدیو. تشکر بابت همه چیز. شما رو به خدا میسپارم بچه‌ها. امیدوارم که بهتر کنین همتون. تا ویدیوی بعدی، بدرود.